گوگوش شاهماهی موسیقی ایران که شایعه ازدواجش با رها اعتمادی مدت‌ها بود و بالاخره تایید شد، الان رها اعتمادی رو رها کرد و بهروز وثوقی همسر سابقش رو چسبیده. به کانال موج حاشیه خیلی خوش اومدین. لطفاً برای حمایت از من کانالمو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی منم از دست ندید. از زمان پخش آکادمی گوگوش در شبکه ماهواره من و تو تا کنون هر چند وقت یک بار شایعه ازدواج گوگوش با رها اعتمادی مطرح بود و پدر رها اعتمادی هم که رابطه عاشقانه فرزندش با گوگوش رو تایید کرده بود گفت که در یکی از آخرین کنسرت‌های تور خداحافظی گوگوش رها روی استیج میخواد از گوگوش خواستگاری کنه. البته برخی از منابع نزدیک به این زوج چون شهرام شپر اعلام کردن که خانم گوگوش و رها ازدواج کردن و احتمال اگر ادعای پدر رها صحیح باشه این کار را آنها جنبه نمادین و اعلام رسمی خبر ازدواجشون خواهد بود. گوگوش 73 ساله و رها اعتمادی 40 ساله از طریق شبکه من و تو با هم آشنا شدند و رها پس از استعفا از اون شبکه با گوگوش به آمریکا مهاجرت کرد و با عنوان ترانه‌سرا و مدیر برنامه این خواننده کهنه‌کار همکارش شد. و محمود قربانی همسر اول خانم گوگوش در مصاحبه گفتش که گوگوش شوگرمامی رها اعتمادیه و همچنین به دلیل ازدواج با مسعود کیمیایی و همچنین بهروز وثوقی که تازه از همسرانشون جدا شده بودن شوهر دوست هم هست. بعد از این همه ماجرا خانم گوگوش پستی منتشر کرده و ظاهرا رها اعتمادی رو کلا رها کرده و به بهروز وثوقی همسر سابقش چسبیده. لایک کردن برای شما که لحظه است و برای من کمک خیلی بزرگی به دیده شدن. لطفاً ویدیو رو لایک کنید. و خبر داده که همکاریش رو با تیم قبلی خود قطع و کنسرت‌های آینده‌اش رو کنسل کرده. این در حالی که او رها اعتمادی هم آنفالو کرده، در حالی که رها اعتمادی هنوز اون فالو داره. بلافاصله پس از این اتفاق عکس‌هایی منتشر شده که گوگوش رو در کنار بادیگارداش و بهروز وثوقی نشون میده. بهروز وثوقی همسر سابق گوگوش بوده و این زوج پس از ازدواج کوتاه از هم جدا شدن. با توجه به اینکه رها جدا از ارتباط شخصی مدیر برنامه‌های گوگوش نیز بوده، باید دید که کنسرت‌های اون به چه روالی برگزار میشه و شاید هم با هم آشتی کنن. گوگوش در پست اینستاگرامیش نوشته با احترام به اطلاع عزیزانم میرسانم که به دلیل تغییرات اساسی در تیم مدیریت و ارکستر در حال حاضر اجرای کنسرتی نخواهم داشت. با آرزوی موفقیت و شادکامی برای همه شما به امید دیدار هرچه زودتر گوگوش. نظر شما در مورد ارتباط گوگوش و رها اعتمادی و شوگرمامی شدنش و اینکه الان جداییشون چیه؟ لطفا نظرتون رو برام کامنت کنید. ممنون بابت همه حمایتتون. تا ویدیو بعدی شب و روزتون خوش.